استاد عزیز، ما یکدیگر رو به روز جمعه تبریک میکنیم با دهان یا نوشتجات. بسیاری ها میگن بدعت است. این روز جمعه سعید روز هاست. روز جمعه قبول دعا هاست. روز جمعه الله مهربان حضرت آدم داخل جنت کرد. روز جمعه برادرای عزیز حضرت آدم از جنت بیرون کرد. روز جمعه قیامت الله قایم میکنه. یعنی روز جمعه بسیار، حتی در روز جمعه پیامبر گفته صلوات های زیاد بگیم بر من، زیرا صلواتتون را بر من آورده میرسانند. از این لحاظ هیچ باکی ندارد یا دیگر تبریک گوین. و کسی میگه بدعت، کسی میگه مقصد گناه است، اکو دنبال اونها نگردین، آخه با گپ‌های اونا داده نشین. همچنین برادرای هستن که برای ریش میپرسیدن. بعضی برادرها هستن کمی که میخواد که رنگ من هم خیلی ریشی فسان داشته باشه، مرحمت زکات کنه کورس چین اشتیف فلکن استفاده می‌کنه سمها با مساشنا گرولی اوبشی همش قطعی هستای. همچنین نوشنیکای به حد خوب اومایگای مرحمت داره بسیار داره پسند که آورده نوشنیک ها آورده نوشنیک. همچنین در تلفن زایاد میتیا گارانتی قطعی یا هفته دیرجات میکنن 3 ماه گارانتی دارن. اگر که یگون در تو شوا میتونه که بیاره ابرادن قبول کنیم. استاد جان، از پیدایش حضرت آدم تا حاضر چند سال گذشته است؟ کمی معلومات میدادیم. یعنی از حضرت آدم تا این زمان چند سال گذشته است معلومات میدادیم. برادر عزیز و گرامی، ما آیت‌هایی که در قرآن داریم که وقتی الله مهربان گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین آدم می آفرم، دیدین که ملائکه ها چی گفتن؟ گفتن الله مهربان ما همین تسبیح تو را میگیم، ما تکبیر تو را میگیم، ما تو را مقصد همیشه به بزرگیات یاد میکنیم. آبا می آفری همون مخلوقی را که همونها باز خون ناحق میریزن و بالای زمین فساد میکنن. بسیاری مفسران میگن که معناش همینه که پیش ای حضرت آدم هم یعنی با آدم ها زندگی میکرده هم. اکو جین ها زندگی کردنش آمده است، لیکن میگه حتی پیش از جین ها با آدم ها هم زندگی میکردن. زیرا که اگر نمیکردن این ملائکه ها از کجا گفتن که باز روی زمین فساد میکنن، خونریزی میکنن؟ یا اینکه اونها مقصد در همون لوح المحفوظ خواندن که پیشترک مقصد همین خیل مخلوقای بود که روی زمین پلید کردن، فساد کردن، خون ناحق ریختن. ولی بسیاری از مفسران میگن نه، دنیا را ابتداش میگه ای همه حضرت آدم این طرف سر میشود. برای همین در این بابها اختلاف ها هست برادر عزیز، هر خیل نظرها هست. ولی اینجا من یک چند چیزی را آوردم با روایت ابن حبان که ایرا حدیثش صحیح میگه. ابن حبان در صحیح خودش آورده، جناب حاکم هم با شرط مسلم صحیحش میگه، ابن کثیر هم در بدایه و نهایش آوردگی، امام ذهبی هم این حدیث تصحیح کردگیان، صحیح گفتگیان که وقتی میگه پیامبر مون پرسیدن که ای حضرت آدم تا حضرت نوح چی مقدار سال گذشت؟ یعنی بین آدم و بین نوح، آدم هم پیامبر بود، نوح هم پیامبر بود، بین اینا چند تا گذشت؟ گو 10 قرون. 10 قرونش اگر بگیری یعنی 10 عصر، 10 عصر. ولی در گرد همین هم بحثه که مقصد همین حساب 10 عصر، یعنی عصر 100 سال حساب نمیکنن. میگه در همین جا عصر با 10 سال حساب نمیشه، با 100 سال حساب نمیشه. زیرا که اگر بگیریم بین آدم و نوح، یعنی از روی ظاهری حدیث بگیریم، میگه 10 عصرش حسابی که 1000 سال، 1000 سال. همین هم مثلا در روایت حدیث همین خیلی آمده است. و گفتن کم بین نوح و ابراهیم، از نوح تا ابراهیم چی؟ نه ابراهیم بعد نوح آمد.
گفت 10 قرون، اینجا هم گفت 10 عصر یعنی 1000 سال. این را جناب امام حاکم در مستدرکش صحیح گفته است با شرط مسلم. انا از امام قرطبی باشد از ابن عباس میارد که بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی چند گذشت؟ میگه اینجا دم 1000 سال. خلاص برادرای عزیز و گرامی، من اینجا در چند از جناب جلال الدین سیوطی آورده است، گفته است یعنی عمر گفته است، عمراشون گفته است، آدم گفته است 1000 سال، نوح 1000 سال، از نوح تا ابراهیم 1000 سال، ای ابراهیم تا موسی 1000 سال، از موسی تا عیسی 1000 سال، از عیسی تا محمد صلی الله علیه وسلم 600 سال. انا که از پیامبرمان، از پیامبر خدمت تا این زمان 1442 سال گذشت. خلاص خیلی از نام مفسرا و از نام دانشمندا برادر عزیز خیلی رقم آمدگی هست. یعنی الله دانا هست برای که در این چیزا اختلاف های بسیاره، یعنی یگان عددی مشخص و معینی شاید بگیم ایتا اکو یگان اشتباه نکنیم خطا نکنیم، این خیلی رقم ها یافته نمیتونیم. ولی بسیاری از عزیزا گفتن زیاده از 10,000 سال، زیاده از 11,000 سال شد که همین دنیا مقصد عمرش رفته است. چیزی که من دریافت کردم و دیدم همین ها بودن برادر عزیز. ممکن که اگر یگان نفر دیگر یگان رقم دیگر هم که گوید امکانیت دارد، ولی چیزی دیدگی من برای شما رساندم. خب دیگر سوال، همراه همون یک داملا هست میگوید بعد قضای حاجت طهارت دست روی کردن نماز خونید قبول میشد، ولی همه شرایط را دارید، آیا این درست است یا نه؟ من پیشتر گفتم که اگر همه شرایط تام باشد، آبی گرم باشد، بشویم بین پاتون بهتر. یکی وقتی سرما باشد یا وقتی که یگان حالتهای تعجیلی قد راین، در اینجا مقصد همون خداتون نصب پاک کنین، بعد از آن چیکار کنین؟ بعد از آن دست رو را بسیاری مردم فکر میکنم دست شای روی تمام نه، همه عضو تا حتی پاتون هم بشوید، فقط همون بین پا را نمیشوید. یکی شرایط باشد بینای پا را بشوید، البته با بدنها بیبوی باشد، با نور بالای نور میشه، زیرا ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاک پاکا را دوست میداره. ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبای با زیبا را دوست میداره. زن به خاطر نزد شوهرش قاشچینی کنه، درست است؟ قاشچینی به معنای همون گفتیم اگر همون باری کردن باشد نه، لیکن بعضی همون مویه هایی که مثال زیادی و بلند میشون و خب اوناشی چی باکی ندارن، لیکن اونهایی را که اگر باریک کند و باریکشون میکند و یا میتراشد و دیگر ابرو میچسباند، اینش به خاطر شوهر هم اجازت نیست. استاد عزیز، ما یکدیگر را به روز جمعه تبریک میکنیم با دهان یا نوشتجات، بسیاری ها میگن بدعت است. استاد جان، من با شما بسیار اعتقاد دارم، شما گوید که آیا این گناه هست یا نه. من اینجا چند بار گفتم که برادرای عزیز و گرامی، همون تبریک کردن روز جمعه یا مولود پیامبر یا روز عید، کنی همون حدیث، کنی همون نهی که از پیامبر گرامی اومده باشد که امتای من یا دیگر تا در روز جمعه مقصد تبریک نکنین یا با مولود من تبریک نکنین یا با روز عید کنی، همی صراحتا همی حدیث در کجای؟ اگر در زمان پیامبر یا دیگر تبریک نگفته باشند، این معنای منعش نیست. این معنای منع نیست. منع همون است که از پیامبر صراحتا آمده است. قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه، چیزی را که پیامبر آورد بگیرید. یعنی چیزی برای ما تاکید کرد که مقصد فلان 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 سنت های من بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، ای چیزی من کرد باز بیست، یعنی ما را من کند باز بیستیم. برای همین یگان گناهی ندارد برادر عزیز. این روز جمعه سید روز هاست
روز جمعه قبول دعا هاست. روز جمعه الله مهربان حضرت آدم داخل جنت کرد. روز جمعه برادرای عزیز حضرت آدم از جنت بیرون کرد. روز جمعه قیامت الله قایم میکنه. یعنی روز جمعه بسیار، حتی در روز جمعه پیامبر گفت صلوات های زیاد بگیم بر من، زیرا صلواتتون بر من آورده میرسانند. از این لحاظ هیچ باکی ندارد یا دیگر تبریک گوین. و کسی میگه بدعت، کسی میگه مقصدی گناه است، اکو دنبال اونها نگردین، آخه با گپهای اونها داده نشین. چرا مثال گپی همونها شما را این قدر در تشویش میارد؟ چرا این قدری که برای شما فتوا میتیم شما همین قبول نمیکنید؟ چی دارن همونا؟ من برای شما گفتم صراحتاً بیارد حدیثی که پیامبر نهی کرده باشد همین خیلی آمدگی که روز جمعه را تبریک نکنید، ما قبول داریم. لیکن این چیزا نیست برادر عزیز. خب سوال برادرم در صدمه مشکل عصبی پیدا کرده است. بسیار ساده هست. با این زن دادن جایز است یا نه؟ شما بینید که همون آدم عقلش در جاش باشه زنش بتین، عقلش در جاش نباشد نتین. برای آدمی بی عقل یا برای آدمای دیوانه مثال زن دادن، اینها یگان شرط و یگان واجب و یگان تاکید نیست، زیرا اونا مکلف نیستن، اونا از زندگی هیچ آگاهی ندارن. برای این در گردن شما ضرور نیست که اونها را زن بدین. دیگر از زکات طلا به جای طلا پولش را دهیم جایز است؟ جایزه. اگر مقصد همون طلاهای شما 85 گرم شده باشن، از همون باید 2.5 گرم شد شما زکاتی نم. 2.5 گرم امروز در بازار بینین چند سومه پولش هم که بتین درسته. بابا جان نامه های ظفر و نامه های مثال ظریف و در اسلام درسته؟ درسته، این چیزی ها ندارن. بابا جان در وقتی کار بسیارتر سوره فاتحه را میخونیم، این جایز است؟ درسته. در حالت کاراتون مقصد برای همین با هم دست به کار و دل به یار گفتگی میتونید سوره فاتحه را خوانید، میتونید دیگر سوره را خوانید، میتونید تا آخری کارتون لا اله الا الله بگین، میتونید سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم بگین. بسیار خوب میشود. این طرف دست ها در کار، این طرف زبان ها در یاد الله. بهترین حالت میشود. دیگر سوالی که در پیش من هست، یک نفر از ما سوال کردن که برای ما بگو که در قرآن چند سوره است و چند کلمه دارد و چند حرف دارد و چند آیت است. من اینجا در برادر عزیز کتابی در پیش دارم درباره خاص درباره قرآن برای ما معلومات میتن. میگه که دوره حجاج، برادر عزیز حجاج ابن یوسف ثقفی که نام یکی بسیار از رهبرهای مسلمان ها در سالهای 40 هجری تا 95 هجری، یعنی این با موافق میلادی بگیریم 661 میلادی با 714 میلادی، یعنی همگی یکان 54 سال عمر دیدگی است این حجاج ابن یوسف ثقفی. اگر پیامبر ما 600 یعنی بگیم یکان 32 اگر ای دنیا گذشته باشد، یک تخمین 30-40 سال بعد از پیامبر حجاج رهبری میکرد بر مسلمان ها که در دوره هم خیلی خانمانسوزی و خیلی جبر و ظلم در حق مسلمان ها زیاد شدگیه. همین در زمان همین میگم امر کرد که تمام قاری ها را که تمام کلمه و حرف و آیت و سوره همین قرآن حساب کنید. در 4 ماه میگه حسابش کردن. ببینید گفتن 114 سوره داره، مثل این سوره که این سوره بقره است، خب این سوره نساء هست و دیگر سوره ها. 114 سوره. کلمه 77437 کلمه بوده است. حرف دانه دانه حرفاش
323,015 حرف بوده است. آیت های قرآن جدا اینجا 4 قول آورده است. از 6217 یا 6214 یا 6220 و 6236. یعنی بگیم 6217 هم که بگیم خطا نمیکنیم. اونی که مثال میگفتن آیت قرآن که خوب و دلکش است 6666 است، یعنی 4 6 میموندن، میگفتن آیت های قرآن 6666 است. اگه این قول در همین کتاب میگه هیچ اعتبار ندارد، این قول ضعیف است، مثلا هیچ اعتباری در این نیست. اینهایی که گفتم برای شما انشاءالله صحیح ترش برادرها همینه. خدای مهربان خاتمه مون بخیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان برادرایی که با ما سوال ارسال کردین، خدای مهربان در عمرتون در جانهاتون برکات نصیب کنه و خدا همه ما را توفیق دهد که با آنچه که شنیدیم عمل کننده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.